سپس از صدق راستگویی، طالب علم و صدق و راستگویی او. امر الله سبحانه و تعالی بالصدق، الله بر راستگویی فرمان داده است و فرموده است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید، به درستی که او سبحانه و تعالی شایسته ترسن از او هست، و با همراهی راستگویان باشید، با همراهی راستگویان باشید. این نقطه عظیم است و هو اصل ایمان. میفرماید راستگویی این اصل ایمان است. قال ابن قیم رحمت الله علیه فرمودن الایمان اساسه الصدق، به درستی که ایمان اساسش این راستگویی است. و النفاق اساسه کذب، و نفاق باشد اساس آن این دروغگویی است. از الله بترسید و با راستگویان باشید. معنای عظیمی دارد. ترس الله در قلب بنده و این راستگویی قسمتی از تقوا است. کسی که از الله میترسد در سخنش راستگوی است، در راستگو است و در سخن عملش فریب نمیدهد. و این قول الله سبحانه و تعالی که و کونوا مع الصادقین، با همراهی راستگویان باشید، معنیش این است که همنشین برای انسان تأثیر میرساند. با راستگویان باشید، با راستگویان دوستی نمایید، محیط راستگویان باشید و گروه و همصحبتان خود را راست و درست انتخاب نمایید تا خودت هم از جمله راستگویان قرار بگیری، با راستگویان باشی. و قول ابن قیم که الایمان اساسه الصدق، ایمان که اساس آن این صدق است. پس ایمان تنها با دعوا نیست، راستی دل، راستی نیت، راستی سخن و عمل، این میزان ایمان است. و نفاق اساسه کذب گفتند و نفاق اساس آن کذب و دروغگویی است. نفاق ضد راستگویی است. ظاهر یک چیز، باطن چیز دیگری، سخن دیگر، عمل دیگری. پس دروغگویی راه نفاق را باز میکند و انسان را به سوی تهلکه میکشاند. الصدق یجمع ابواب الخیر، صدق راستگویی درهای خیر را جمع میکند. و رسول الله فرمودند که علیکم بالصدق، لازم بگیرید راستگویی رو. فان الصدق یهدی الی البر، بدون که صدق و راستگویی این به سوی نیکی راهنمایی میکند. و ان البر یهدی الی الجنه، به درستی که نیکی به سوی جنت راهنمایی میکند. و ما یزال الرجل یصدق، هنوز هم مرد راست میگوید. و یتحری الصدق، و ریت را پیگیری و صدق را پیگیری میکند. حتی یکون عند الله صدیقا، حتی که این بنده در نزد الله صدیق کتابت کرده می شود. و ایاکم والکذب، و بر حذر باشد از کذب و دروغگویی. فان کذب یهدی الی الفجور، بعد کذب و دروغگویی به سوی فجور، فسق و فجور انسان را میکشاند. و ان الفجور یهدی الی النار، بعد درست که فجور، فسق و فجور به سوی آتش میکشاند. و ما یزال الرجل یکذب، هنوز هم بنده دروغ میگوید و دروغ میگوید. حتی یتحرى کذب، و دروغ را اختیار می‌نماید. حتی یکون عند الله کذابا، حتی نزد الله دروغگوی قرار میگیرد. روایت بخاری و مسلم است. پس چرا راستگویی به سوی نیکی میرساند؟ زیرا راستگویی کسی را فریب نمیدهد، حق را نمیخورد، امانت را نگاه میدارد، عدالت را نگاه میکند و مردم به او باور میکنند. این همه بیر نیکی است. اما چرا دروغ این فجور است؟ چون دروغ میشود عادت شود. انسان برای حفظ دروغ اولش دروغ دوم را میبافد، سپس حق را پایمال میکند، بر خود و بر دیگران ظلم را روا میبیند و وجدان حقی که دارد آن خاموش می شود و نور هدایت در قلبش خاموش می گردد، به سوی فجور راهنما می شود. پس کسی که دائمی راستگویی را انتخاب می نماید در نزد الله از جمله صدیقان، راستگویان مشهور می گردد، مقام منزلتی را می گیرد. ابن قیم رحمت الله علیه فرمودند که الصدق برید الایمان، که صدق راستگویی نشانه ایمان است و دلیله و مرکبه و دلیل آن است و سواره و راننده آن است و سائقه سواره و راننده آن است و قائله و رحلته و لباسه پیشوا و محافظ آن است. بل هو لبه و روحه، بلکه این صدق راستگویی دل و روح ایمان است. رحمت الله علیه گفتند هر راستگویی ایمان را راهنمایی میکند
مثل راننده ایمان را محافظت میکند از گناه ها و نفاق تا ایمان به ضعیفی نیفتد. سلک ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هذا خلق الرفیع. ابوبکر صدیق رضی الله عنه این خلق لطیف که زیاده نازک و پاک زیبا را بر خود گرفتند. برای همین در نزد امت، در بین امت بر ابوبکر صدیق بسا راستگوی نامیده شدند، اتفاق کردند. قال نووی و نووی میفرماید که اجمعت الامه على تسمیته بالصدیق صدیقا. امت بر آن اتفاق کردند که صدیق، ابوبکر صدیق نامیده شده است. بر این یک دلانه سخن کردند. پس عبادت راستگوی در این زمان از دشوارترین عبادت هاست. عبادت راستگوی در این زمان از دشوارترین عبادت هاست. پس اگر خواهی دشواریش را و کمیاب بودن آن را در بین مردم بشناسید، پس در یک هفته مشاهده کن، نظر کن که چقدر دروغ در آن میشنوی. این شبکه های اینترنتی عنکبوتی حاضر تمام جامعه را فساد کرده است. با سبب انهمی دروغگویان، با سبب نیرنگ بازان، با سبب بعضی از شخصیت های اهل علم و دانش نیستن برآمدن، کبر و حسد و ظلم و ستم را بر مردم روا دیدند. نه از الله میترسند که تقوا را پیشه نمایند، نه از بندگان میترسند که از این پرهیزگاری نمایند. پس بر شخص طالب علم زشت است که دروغگو باشد. بر شخص طالب علم زشت است که دروغگو باشد. ابن حزم گفتن که لا شیء اقبح من الكذب. هیچ چیز قبیح‌تر از کذب و دروغ دیدن نیست. والكذب متولد من الجور والجبن والجهل. و دروغ از جرأت، از بی‌حیایی، و جبن از ترسانچکی، و جهل از نادانی به وجود می آید. زیرا ترسویی، ترسانچکی پستی نفس را به وجود می آورد و دروغ گفتن این نفسی پست است. دروغ از عزت و از شرف قرار می گیرد. شاید بسیاری از کسان راستگویی را ضرر بشمارند، می ترسند در جای کار، در خانواده، کودکان، زن با شوهر، شوهر با زن، پسر با پدر، مادر با دختر و غیره. یا که دروغ در معامله، خرید و فروش، کار، حجت، شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است و آدمان میخواهند با واسطه این با از الله شرم نکرده خود را زیبا جلوه بدهند. در چاه دروغ غوطیده اند، با خود را در بین دیگران زیبا جلوه میدهند. از همه این حقیقت را پنهان یا دیگر نمیکند، ولی کذب و دروغ آنها را باز بیشتر میکند. پس راستگویی در این زمان از نیکوترین عبادت هاست که شیخ گفتند. پس برای راست ماندن مبارزه با نفس لازم گرفتن آن است و صبر و توکل بر الله سبحانه و تعالی و رضای او را خواستن، نه رضای منفعت های شخصی و دیگر شخص ها. پس طالب علم باید نمونه باشد. اگر باید دروغ باید دیگر علمش به اعتماد می شود. مردم از علم و دین دل سرد می شوند. خود او به عادت بد گرفتار می شود. اما هیچ کسی از خطا خالی نیست. اگر خطا کردی عذرخواهی نما از پروردگارت، پس از مردم. و در آخر سخن ابن حزم را فراموش نکنیم که سخن چیز زیبایی گفتند. هیچ چیز زیشتر از دروغ نیست. دروغ این بی‌حیایی را می‌آورد. دیگر انسان از گناه شرم نمی‌کند. دروغ ترسویی را می‌آورد. برای گریختن از جوابگری جنایتی این دروغ نادانی را می‌آورد. قدری راستی را دیگر نمی‌داند و عاقبت دروغ را هم دیگر نمی‌فهمد. پس این دروغگویی یک نفسی پست است. انسانیت حتی شرف انسان را پست می‌اندازد و پست می‌کند. با سوی الله پناه می‌بریم از دروغ و دروغگویان.